سلام بچه‌ها، من چند وقت پیش داشتم یه پادکست گوش میدادم که توش داشت راجع به یه چیز خیلی جالبی به اسم دوپامین دیتاکس صحبت میکرد. تو این ویدیو بهت میگم چرا میا به دوپامین دیتاکس اهمیت میده. میدونی چرا دیگه هیچ چیز مثل قبل خوشحالت نمیکنه؟ نه فیلم‌ها، نه بازی‌ها، نه حتی دیدن آدمایی که برات مهمن. احساس خستگی، بی‌حوصلگی و یه جور خالی بودن و عجیب‌تر از همه، هیچ دلیل واضحی هم براش نداری. ولی واقعیت اینه که تقصیر تو نیست. تقصیر یه ماده است که هر روز مغزت رو باهاش بمبارون میکنی. دوپامین. بخش 1. دوپامین چیه؟ توضیح علمی ساده. دوپامین همون ماده شیمیایی مغزه که باعث میشه احساس انگیزه و لذت کنی. هر بار که کاری انجام میدی که خوشحالت میکنه، مثلا چک کردن گوشی، دیدن یه ویدیو، خوردن فست فود یا حتی گرفتن یه لایک، مغزت یه پاداش کوچیک از دوپامین ترشح میکنه و مغزت عاشق پاداشه. اما مشکل از جایی شروع میشه که این پاداش‌ها زیاد و سریع و پشت سر هم میان. وقتی هر چند ثانیه یه نوتیفیکیشن، یه پیام، یه ویدیو جدید داری، مغزت یاد میگیره دنبال تحریک لحظه‌ای بگرده، نه رضایت واقعی. قبل اینکه بریم سراغ بخش دوم، باید نره ویدیو رو لایک کنی و چنل رو سابسکرایب کنی. بخش 2. اعتیاد پنهان. امروز بیشتر ما معتاد دوپامینیم بدون اینکه خودمون بدونیم. صبح با گوشی بیدار میشیم، شب با گوشی میخوابیم. در طول روز هر چند دقیقه ناخودآگاه قفل سفر رو باز میکنیم چون مغزمون دنبال اون پاداش کوچیک است. نتیجه؟ تمرکز پایین، بی‌حوصلگی، ناتوانی در انجام کارهای مهم و عمیق. وقتی میخوای یه کتاب بخونی یا درس بخونی، مغزت حوصله نداره چون سطح دوپامینش دیگه خیلی بالاست. یعنی مغزت فقط با تحریک شدید حال میکنه، نه با تلاش واقعی. بخش 3. دوپامین دیتاکس چیه؟ دوپامین دیتاکس یعنی دادن استراحت به مغزت از همه اون چیزایی که دوپامین زیاد تولید میکنن. یعنی برای مدتی از محرک‌های مصنوعی فاصله بگیری تا مغزت دوباره تنظیم بشه. به جای اینکه هر چند دقیقه گوشیتو چک کنی، به خودت فرصت بدی دوباره از چیزهای ساده لذت ببری، مثل راه رفتن، سکوت، فکر کردن، کتاب خوندن. این کار یعنی بازگردوندن کنترل به خودت. بخش 4. چرا باید دوپامین دیتاکس کنیم؟ چون ما دیگه کنترل مغزمون رو از دست دادیم. ما انتخاب نمی کنیم چی ببینیم، الگوریتم ها انتخاب می کنن. ما انتخاب نمی کنیم کی استراحت کنیم. نوتیفیکیشن ها تسلیم می گیرن. دوپامین دیتاکس یعنی بازگردوندن فرمان زندگیت از گوشی به خودت. فایده هاش چیه؟ تمرکزت چند برابر میشه، حس رضایت واقعی برمیگرده، عادتهای سالم راحت‌تر شکل میگیرن، اضطراب و استرس کاهش پیدا میکنه و مغز دوباره از چیزهای ساده لذت میبره. بخش 5. چطور دوپامین دیتاکس انجام بدیم به صورت واقعی، نه شعار. دوپامین دیتاکس قرار نیست بری توی غار زندگی کنی، بلکه یعنی کنترل دوباره ورودیای مغزت. 3 سطح داره. سطح 1. ساده. برای 24 ساعت هیچ شبکه اجتماعی، ویدیو یا بازی باز نکن. فقط کارهای ضروری مثل تماس یا پیام مهم. بجاش کارهای آروم انجام بده. مطالعه، پیاده روی، نوشتن یا فکر کردن. سطح 2. متوسط. هفتگی. یه روز در هفته رو تبدیل کن به روز بدون دوپامین. بدون گوشی، بدون هدفون، بدون فیلم. در عوض با ذهن خودت تنها باش. سطح 3. حرفه‌ای. اگه واقعا جدی، هر روز چند ساعت زمان مشخص تعیین کن که گوشی، اینترنت یا هیچ محرکی نداشته باشی. یه دفتر بردار، بنویس، برنامه‌ریزی کن، فکر کن. این کار باعث میشه دوباره لذت انجام دادن کار واقعی برگرده. بخش 6. مغزت چطور واکنش نشون میده؟ روزای اول ممکنه سخت باشه. حوصلت سر میره، بیقرار میشی، دلت میخواد برگردی به همون محرکا. ولی بدون این نشونه سمزاده‌ای مغزیه. مغزت داره خودش رو دوباره تنظیم میکنه. بعد از چند روز آروم آروم حس آرامش، تمرکز و کنترل برمیگرده. صداها واضح‌تر میشن. زمان کندتر میگذره و برای اولین بار بعد از مدت‌ها حس میکنی واقعاً داری زندگی میکنی. بخش 7. بخش مهم پایانی.
حالا این بخش مهمه که جایی که اکثر مردم اشتباه میکنن. دیپامین دیتاکس به معنی حذف دوپامین نیست. بدون دوپامین نمیتونی حتی از جات بلند شی. هدفش تنظیم دوباره تعادل دوپامینه، نه حذفش. وقتی مغزت متعادل بشه، دوپامین از لایک و نوتیفیکیشن نمیاد، از پیشرفت واقعی میاد. از تمرکز، یادگیری، ورزش و حس موفقیت واقعی. اینجاست که زندگی دوباره مزه میده. همون لحظه‌ای که میفهمی دیگه نیازی به فرار از واقعیت نداری، چون خودت دوباره شدی واقعیت جذاب زندگیت. پایان و جنبندی. دیپامین دیتاکس یه مد نیست. یه بازگشت به انسان بودنه. دنیای امروز از ما ربات ساخته، ولی هنوز یه راه هست برای برگشتن به خیشتن. با هر دقیقه‌ای که از محرک‌ها فاصله میگیری، یه قدم نزدیکتر میشی به کنترل واقعی زندگیت. پس از امروز شروع کن. فقط یک روز، بدون نوتیفیکیشن. ببین مغزت چقدر نفس میکشه. اگه میخوای فقط با 5 ساعت خواب کلی انرژی داشته باشی، این ویدیو رو از دست نده.